به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و رحمت خدا به شما برادران و خواهران عزیز. اکنون از سبب که ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، پس برایتان درباره شب قدر معلومات بدهم و موضوع امروزه را نام گذاشتیم که آیا ما در شب لیلة القدر چی را میبینیم و لیلة القدر چی معنی دارد. لیلة القدر امام زخری و امام وراق گفتند که قدر به معنای شرف، عزت و منزلت می باشد. یعنی هر کسی که در شب قدر خواب نرفته، شب زنده داری کرده، خداوند را عبادت کند و به تلاوت قرآن مشغول شود، پروردگار به او عزت و شرف یعنی آبرو می دهد. خداوند در قرآن در پاره 30 یک سوره مخصوص به نام شب قدر نازل کرده است که نام آن سوره قدر می باشد. خداوند در قرآن در سوره قدر در آیت 1 می فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. پس معلوم می شود که در شب قدر قرآن کریم به زمین فرو فرستاده شد از جانب پروردگار عظیم الشأن. آیا می دانیم که این شب چی قدر است؟ یعنی شب قدر چی شبی است؟ خداوند در قرآن در سوره قدر آیت 3 می فرماید شب قدر بهتر است از 1000 شب. یعنی هر کسی که عبادتی که در شب قدر میکنیم از عبادت 1000 شب بالاتر است. یعنی که 1000 شب برابر است به یک عمر انسان، برابر است به 83 یا به قول به 84 سال برابر است. هر کسی که شب قدر را عبادت میکند، پس الله متعال در نامه اعمال او عبادت یک عمره یعنی عبادت 84 ساله را کتابت میکند. عزیزان من، شب قدر به دو چیز مهمی را برای ما میدهد. یکم، در نامه اعمال ما عبادت 1000 شب نویسانده می شود. دوم، تمام گناهانت بخشیده می شوند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که در شب قدر برای نماز خواندن برخیزد، پس تمام گناهان او بخشیده می شوند. برادران عزیز و خواهران مهربان، تصور کنید، زیرا آن عرق نوشی ها و آن لاتابازی ها و آن گناهانی که ما پیش کرده بودیم، پروردگار در یک شب نیست می کند و می بخشد. زیرا که الله والله غفور و رحیم خود را معرفی می کند، یعنی الله مهربان و بخشنده است. پس چرا در شب قدر خواب می کنی؟ چرا تا سحر بیداری نمی کشی؟ مگر راحت می خواهی؟ پس مرحمت، یک شب عبادت کن، پس گویا که تو 1000 شب عبادت کرده باشی. آیا از این تحفه کلان در نزد پروردگار دیگر وجود دارد؟ البته نه. آیا می دانید که شب قدر کی به نزد ما می آید؟ یعنی در شب قدر کی نزد ما حاضر می شود؟ خداوند در قرآن در سوره قدر آیت 4 می فرماید در شب قدر جبرائیل همراه ملائکه ها به زمین می آید. پس هر کسی که به عبادت مشغول باشد، پس به او رحمت خدا را می رساند و تقدیر نیک را برایش می نویساند. تقدیر را تنها ملائکه ها می نویسند، نه اینکه جبرائیل. عایشه رضی الله عنها به سوی پروردگار به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای پیامبر، در شب قدر ما چی دعا کنیم؟ بسیار از برادرهای هستند که سوال میکنند که شب قدر آیا دعای مخصوصی دارد؟ پس از این حدیث میفهمیم. عایشه رضی الله عنها میگوید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم که هنگامی که شب لیلة القدر شود چی دعا کنم؟ آیا دعای مخصوصی دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت در شب قدر این دعا را بخوان: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ترجمه: خدایا تو بخشنده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری، پس گناهان ما را ببخش. این دعا در کتاب تفسیر معارف القرآن و در تفسیر قرطبی آمده است. شب قدر در سنه 27 ماه رمضان می آید. اکنون ما از کجا می دانیم که شب قدر آمده است؟ شب قدر دارای نشانه های زیرین می باشد. در شب قدر وقتی که به آسمان نظر کنیم، آسمان صاف و بی غبار است. نشانه دیگرش این است که ستاره ها در این شب
روشن‌تر و در آسمان یک روشنی خوب نمایان است، مثل شب‌های ماهتابی. بعضی مردم و یا بعضی زنها میگویند که من در شب قدر بیرون برآمدم، پس ریشه درختان را از بالا دیدم. و یا بعضی میگویند که هر کسی که این شب را بیند پس تیز دعا کند، پس خداوند به او طلا یا پول میدهد. یا اینکه بعضی ها میگویند که من در شب قدر به بیرون برآمدم، دیدم که دنیا چپگردان است. همه این سخنها دروغ هستند برادرای خواهرای عزیز. پس شما باور نکنید. در شب قدر فقط رحمت الهی و بخشش گناهان است و دیگر چیزی دیگری را نمیبینیم. در این شب باید پس از نماز خفتن تا برآمدن طلوع آفتاب خواب نکنیم، یعنی باید عبادت کنیم. آیا میدانید که دیگر کتاب ها کی نازل شدند؟ ابوذر غفاری رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کتاب قرآن در شب 27 رمضان نازل شده است و کتاب تورات در شب 6 رمضان نازل شده است و کتاب انجیل در شب 13 رمضان نازل شده است و کتاب زبور در شب 18 رمضان نازل شد و صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام باشد در شب 3 رمضان نازل شد. پس ببینید که چقدر یک ماه پربرکات هست که تمام کتاب های آسمانی در این ماه نازل شدند. خواهران و برادران عزیز، در این شب دری بخت تو و آرزو و هوس تو را پروردگار برآورده می‌گرداند. تنها خواب نکرده عبادت کن و دعا کن، یک شب برابر است به 1000 شب. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. از پروردگار برای همه شما تنصیحاتی و مغفرت گناهان را طلب دارم. در خدمت شما بودند زیدالله حمدانی.